یک برادر با نام گلوف سعیدجان سوال کرده است که درباره همون اجلاسه 16 معلومات پورا میدادید، چون که در کتابا هر گونه نوشتگی. تشکر زیاد برادر عزیز سعیدجان. بله، من هم میدونم که در کتابا درباره سیاسی 16 هم معلومات های گوناگون هست. در کتاب های مورخان، تاریخ نگاران مستقل دیگر چیز است و در حرف و گفته های شاهدان زنده دیگر چی هست. البته تبلیغات حکومتی، پروپاگاند حکومتی این رو یک سیاسی تقدیرساز میداند، اما مردم میدانند و کسانی که واقعا این سیاسی رو از نزدیک شاهد بودند یا پیگیری میکردند، ماها که حالا زنده هستیم و اون وقت شاهد بودیم از تلویزیون و رادیو و رسانه ها هم که میدیدیم، در همون ساعت خودش پیگیری میکردیم که این یک سیاسی تقدیرساز نه، بلکه یک سیاسی تقدیرسوز بود برای ملت تاجیک که در نتیجه یک تبادلات دولتی به جای پرزیدنت عمل کننده رحمان نبیوف کسی دیگر به سر قدرت آمد، امام علی رحمان آمد و در اون سیاسی چند جنایت دولتی رخ داد. یکم اینکه این سیاسی در زیر فشار ارتش و نیروهای جاسوسی کشورهای خارجی صورت گرفت. خودتان میدونید کتابای حتی کنجایف و بوری کریم و رحمتی اصل‌الدین صاحب نظرف و اینها را بخوانید در این باره که خودشان از وکیلان این سیاسی بودند. طاهر عبدالجبار وکیل بود، در اونجا شرکت کرد، اصل‌الدین صاحب نظرف بود، کنجایف بود. اینها خودشان نوشتند، شهادت دادند که نیروهای خارجی اطراف بینای قصر فرهنگی اون ارباب رو پیچانده بودند و وکیلان آزاد نبودند که حرف خود را بزنند. رحمان نبیوف آزاد نبود که مجبور بود استعفا بدهد. حتی منصب پرزیدنتی را از بین بردند و رئیس شورای عالی را آوردند که امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی رهبر دولت انتخاب شد و حتی وکیل شورای عالی سفرعلی کنجایف رو دزدیدند، بردن چند روز گروگان گرفتن تا اینکه اون همچون رقیب، همچون یک شخص فعال و قوی نامزدی خود رو نگذارد، چون اگر او میگذاشت امام علی رحمان شانسی رهبری دولت شدن نداشت. سفرعلی کنجایف اجازت نمیداد، چون او خود را به مراتب بالاتر، داناتر و آگاهتر و آماده‌تر از امام علی رحمان میدانست و یکی از رهبران و مؤسسان فرانت خلقی هم بود. امام علی رحمان که یک با گفت دوستان چای دمکنی سنگک سفرف و پالکون کوچکوف بود و شما صحبت های کوچکوف رو شنیدید، حتما دیدید که میگفت که امام علی رحمان با ما آش میکشید میآورد به من و سنگک و همین طریق او منصب گرفت. حالا میخواهد کسانی که وزیر هستند و با منصب میخواهند به امام علی رحمان چای بکشند و چاپلوسی کنند و آش بکشند و خوش آمد بگویند. یعنی همون چیزی که خودش کرده بود همون رو از دیگران طلب میکند. اگر با یک راه دموکراتی و مردمی و انتخابات آزاد سر قدرت می آمد، از انتخابات نمیترسید، میگو خب دیگران هم حق دارن که از طریق انتخابات بیان. بنابراین 316 برادر عزیز حقیقتش این است. شما خودتان کوشش کنید، تلاش کنید و منم از شاهدان یک بار دیگر خواهش کرده بودم، حالا تکرار میکنم که ببینید مردم محتاجن، مردم نیاز دارن که حقیقت 316 رو بیشتر بدانند. کسانی که هنوز زنده هستید نترسید، حداقل بنویسید. حالا میترسید نشر کنید، انتشار کنید، بگید، ثبت کنید، یک دیکتافون مونید، یک ویدیو رو مونید، تلفن رو مونید برای فرزندان خودتان. بعد از اون که دیگر به رحمت خداوند پیوستید، دیگر مردم آگاه شوند. اونهایی که میترسید، اما اونهایی که نمیترسید، در خارج هستید، شاهد بودید، گپ زنید، برآمد کنید تا اینکه مردمی تشنه حقیقت این حقیقت ها را بدانند و اون نسل جوان با اون گفته های شبانه روزی و تبلیغات تلویزیون باور نکند. خب این برادر سوال دیگری هم داده است در مسئله کل سرز. آیا حکومت آینده نقشه دارد که بعد غلبه خطری که از جانب کل سرز سالهای دراز به مردم تهدید میکند پیشگیری کند؟ اگر نه حدی نظر گرفته شود و این مسئله گلوبالی رو اولین دیده و به فایده خود مردم داده شود، چون که در کل سرز خطری سختی وجود دارد. خداوند نگهبان شما و مردم تاجیکستان باشد. برادر طاهر، بله خطر کل سرز هست، اما این را باید که با
استفاده تکنولوژی معاصر باید اون رو نظارت کرد و پیشگیری کرد. امروز تا جای من خبر دارم با یک طرح و برنامه سازمان ملل طرح مانیتورینگ یا نظارت از بالای کل سرز راه اندازی شده است با پول سازمان ملل، با پول اتحاد اروپا و مانیتورینگ از طرف متخصصان سیسمولوژی یعنی زمین لرزه، طبیعت شناسی و مترولوژی برده میشد. مترولوژی و اینها وظیفه دارند که تمام تغییرات ها در قشر زمین در آب و هوا را باید که نظارت کنند، گزارش دهند و این چنین یک سیستم راه اندازی شده است که در تمام راهی که کلی سرز اگر کنده شد تا ازبکستان این را سیستم اپویشنی میگن که الکی سنجیده شد. هم کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با پول خارجی ها این را چند مرتبه تمرین کردن که اگر کلی سرز کنده شد با کدام راه با چی واسطه می شود مردمی که در ساحل های رودخانه پنج و آمو و اینها زندگی میکنند اینها را آگاه کنند که تا رسیدن آب اینها به یک جای امن کشانیده شوند. برادر عزیز این برنامه ها است، اما هیچ کس نتوانست تا امروز پیش خطرها و آفتهای طبیعی را بگیرد. ما تاجیکستان یک منطقه کوهسار است، در یک منطقه از لحاظ زمین لرزه یا سیسمولوژی خیلی ریسکدار زندگی میکنیم و هر چی شدنش ممکن است، اما این معنی ندارد که باید که انسان از وسیله ها استفاده نکند، باید که این کار قوی تر کرده شود. حتما حکومت آینده هم این مسائل رو در برنامه خواهد داشت و یکی از مسئله های اولویتناک در برنامه کاری خواهد بود ان شاء الله.